برادران ما از سمت دهه بالا با جانب دهه قرغنچه نظری رفته شدیم. اینجا جای وصل دو دریا، یک دریا از این سمت می آید، دریای یکتال طرفی راست، دریای کلانترین این منطقه، درازترین شاخابی کلان خواجه پاک. و از اینجا ما طرفی چپ طرفی شهدود، طرفی ایلانگر یک دره های جنت‌ها می رویم که حالا ما در پایان قشلاق قرغنچه ایستادیم. من اینجا یک جاشوی دو دریا هست. من اینجا از این طرف من این قدی دیوال دریاچه نظری این طرف آمده، به این دریایچه یکتال هر دو به هم جمع آمده، سینی پایان طرفی خواجه پاک حرکت میکنیم. ما در یکتال را می‌بریم و در این شهدود حرکت میکنیم. حالا نگاه کنید که هوا سلقین و آسمانی ما رو نگاه کنید، ابرها چقدر احاطه کرده گرفتن. قشلاق بسیار یک باد و هوای خوشرو زیبا.